در این ویدیو یک صحنه خیلی متفاوت از احمدشاه مسعود را میبینیم. نه در میدان جنگ سیاست بلکه در یک میدان خاکی ساده و خودمانی با رفیقایش فوتبال بازی میکنند. اینجا دیگر بحث از جنگ و مقام و قدرت نیست، فقط یک انسان است که بعد از روزهای پرخستگی چند لحظه با خنده و توپ بازی دلش را خوش میکند. ورزش همیشه زبانی بوده که آدمها را نزدیک میسازد. نه پرچم مهم میماند، نه سمت و موضوع، تنها رفاقت است و همدلی. این ویدیو یادمان میده که پیشتر چهره مشهور یک آدم معمولی بوده که میخندیده، نفس میکشیده و زندگی را حس میکرده. در این تصویر هیچ پیام سیاسی نیست، فقط احترام است به انسانیت و لبخندهای ساده و به لحظاتی که با همه سختی‌هایش هنوز هم میتواند زیبا باشد.